ویدیو یک منصبدار بلندپایه توجیک چند روز باز بحث‌های گرمی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. این ویدیو از نشست خبری روز 18 مارس معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان منصبدار توجیک در این نشست خبر داده بود که تاجیکستان از واکسن استرازینیکا که توسط سازمان جهانی تندرستی به طور رایگان به دست آورده است دست نمی‌کشد. اما کانال تماشا روز بعد یک پاره دیگری از آغاز این نشست خبری را نشر کرد که موج واکنش‌های پر از استهزا و خشم و غضب را به بار آورد. کاربران از این ناراحت شدند که یک منصبدار بلندپایه تاجیکستان که در مقام معاون وزیر کار می‌کند درست حرف زدن نمی‌تواند، اسم همصحبتانش را حتی تکرار کردن نمی‌تواند و کره جنوبی را از کره شمال فرق نمی‌کند. سمرالدین علیزاده است. سمرالدین علیزاده وقتی نشست خبری را شروع می‌کند اولا خودش را معرفی کرد، ولی در معرفی دو همراه خود دچار مشکلی شد. سمرالدین علیزاده در ادامه نشست به موضوع واکسن استرازینیکا پرداخته میگوید که این واکسن در انگلستان ساخته شده در بلژیم، هندوستان و کره شمالی استحصال می شود. اینجا به او کسی لقمه می پرتاید که کره شمالی نه بلکه کره جنوبی. این صحبت‌های سمرالدین علیزاده را بسیاری‌ها با چنین صحبت‌های قبلا انجامیده منصبداران چون نورالدین سعید و بیگ صبور مقایسه کرده با استهزا تاجیکستان به پیش نوشتند، ولی آنها سپس از آن اظهار نگرانی کردند که با چنین سطح منصبدارانش تاجیکستان آیا میتواند به پیش برود؟